چه ساختارهایی در اسمارت مانی از اهمیت خیلی بالایی برخوردار هستند؟ سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه و خیلی خیلی خوش اومدیم به بخش سوم از جلسه چهارم توی مباحث اسمارت مانی. خب یه راست بریم سر اصل مطلبمون. ببینیم میخوایم این جلسه از چندین ساختار دیگه بهتون بگیم که از اهمیت زیادی برخوردار هستن و شما باید حتما اونها رو بلد باشین. ببینید اولین ساختاری که ما با اون روبرو هستیم که فکر کنم تو جلسات قبلی هم اومدم براتون گفتم. ببینید ما توی این ساختار که یک حالا حرکت سودی داریم و 3 تا اوردر بلاک داریم و یک محدوده لیکویدیتی و همینطور هم توی این مناطق بریک آف استراکچر هم اتفاق افتاده و یا همون بی او اس. نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش که کدوم یک از این اوردر بلاک ها توی این ساختار برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار هست. ببینید دوستان، زمانی که من براشم رو بیارم، زمانی که اولین نکته‌ای که مهم هست اینه که ما توی این سطح اینجا رنگش هم تغییر بدم، آبی فکر کنم باشه، نه رنگ قرمز. خب زمانی که توی این سطح ما قرار داریم، اینجا برای ما چه اتفاقی افتاده؟ توی اینجا یک لیکویدیتی برای ما به وجود آورده. خب این درسته، ولی از طرف دیگه اومده اینجا برای ما یه دونه اوردر بلاک هم توی این سطح برای ما به وجود آورده. آیا این اوردر بلاک اولمون از اهمیت زیادی به نسبت برخوردار هستش یا اینکه نه اونقدر اهمیت نداره؟ ببینید زمانی که یک محدوده لیکویدیتی برای ما و یا همون نقد شوندگی برای ما به وجود میاد، به هیچ عنوان اون محدوده اوردر بلاکی که برای ما به وجود میاره از اهمیت زیادی برخوردار نیست و خیلی راحت این محدوده فیل میشه و یا همین اوردر بلاک فیل میشه. دوستان خیلی دقت بکنید. پس کدوم اوردر بلاک برای ما مهم میشه؟ زمانی که ما یک نقدینگی برای ما اینجا وجود داره، پس طبیعی هستش که قیمت تمایل داره که بیاد این نقدینگی رو جمع بکنه و بعد حرکت خودش رو ادامه بده. پس احتمال اینکه اوردر بلاک اولمون فیل بشه و قیمت برسه به این سطح و بعد از اون حرکت سودی خودش رو و یا ادامه حرکت خودش رو پیش بره به مراتب بیشتر میشه و شما به هیچ عنوان اجازه ندارین زمانی که یک محدوده لیکویدیتی براتون به وجود اومده و توی همون محدوده هم براتون یک اوردر بلاک به وجود آورده، شما توی این سطح از بای لیمیت و یا سل لیمیت استفاده بکنید. جلوتر بهتون میگم به چه نحوی است. بحث حالا یک میشه گفت ساختار دیگه‌ای که ما با اون سر کار داریم این ساختار هست. دوستان به نظر خودتون توی این ساختار کدوم اوردر بلاک برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار هستش؟ ویدیو رو پاز کنید، فکر کنید ببینید دقیقاً کدوم هستش. خب دوستان ببینید، همونجور که براتون توضیح دادم، زمانی که ما اینجا یک محدوده لیکویدیتی داریم، به هیچ عنوان اجازه نداریم توی این اوردر بلاک بخوایم بای لیمیت یا سل لیمیت قرار بدیم. خب پس عملا این اوردر بلاک به هیچ عنوان برای ما اهمیتی نداره. اوردر بلاکی که کمتر برامون اهمیت داره این اوردر بلاک اولی هست. چرا از اهمیت کمتری برخوردار هست؟ ببینید زمانی که ما اینجا یک اوردر بلاک برای ما تشکیل میشه و پشت اون یک لیکویدیتی و یا نقد شوندگی وجود داره، پس خیلی احتمال این وجود داره که قیمت بیاد حتی این اوردر بلاک رو هم فیل کنه. چرا؟ چون ما اینجا یک نقد شوندگی داریم و یا یه لیکویدیتی داریم و قیمت بیاد به این سطح اینجا رو هم رد بکنه، به این سطح برخورد بکنه و بعد حرکت خودش رو بخواد ادامه بده. پس مهمترین اوردر بلاکی که ما اینجا برای ما وجود داره این اوردر بلاک آخری هستش که برای ما هست. پس این از اهمیت کمتری برخورداره، این که از اهمیت آنچنانی برخورداره و نباید روش ریسکی انجام بدین و مهمترین اوردر بلاکمون این اوردر بلاک پایین میشه و یا همون محدوده عرضه و تقاضا. نکته توی این ساختار چی هستش؟ من اینو پاک بکنم. امکان داره
قیمت از همینجا برگرده. درسته اوردر بلاکی هستش که از اهمیت کمتری برخورداره ولی بی اهمیت هم نیست. خب چه زمانی شما اجازه این رو داری که تو اینجا یه نقش‌بندی لیکویدیتی داری، اوردر بلاکش هم برات تشکیل داده، بالاتر اومده برات یک اوردر بلاک به وجود آورده، شما چه زمانی اجازه دارین روی این اوردر بلاکی که از اهمیت کمتری برخوردار است بیاین وارد پوزیشن بشین؟ برای مثال اگر شما این محدوده ها رو رو تایم فریم 1 ساعته 30 دقیقه اومدین برای خودتون مشخص کردین، شما باید برای ورود به این معامله روی این سطح که از اهمیت کمتری برخوردار هست از این اوردر بلاکمون باید بیاین روی تایم فریم 5 دقیقه برای نقطه ورودمون. زمانی که میاین روی تایم فریم 5 دقیقه باید ببینین وقتی به این سطح برخورد میکنه آیا چنج آف کاراکتر برای شما به وجود میاره یا نمیاره. من این محدوده رو هم مشخص بکنم که میخوام ببینیم به چه صورت هست. خیلی خوب، آیا اینجا برای شما چنج آف کاراکتر به وجود میاره که شما رو متقاعد بکنه که برای مثال توی این صد یه اوردر بلاک دیگه تشکیل شده و قیمت میخواد برگرده به این صد واکنش بده و بعد حرکت خودش رو بده. توی این شرایط میتونید بیاید ریسک بکنید زمانی که چنج آف کاراکتر براتون به وجود بیاره. میتونید اجازه این رو دارید که این ریسک رو انجام بدید که وارد پوزیشن با یا هم جهت به مارکت بشین. اگر یه همچین چیزی توی تایم فریم نقطه ورودتون امکان داره اصلا تایم فریم نقطه ورود شما 30 دقیقه باشه، توی نقطه ورودتون براتون به وجود نیاورد، به هیچ عنوان اگر یک همچین ساختاری دارید، یعنی این قسمت رو در نظر نگیرین، همچین ساختاری رو دیدین که یه اوردر بلاک اینجا داریم، یه محدوده لیکویدیتی هم داریم، به هیچ عنوان اجازه ندارین اینجا وارد پوزیشن بشین تا زمانی که براتون توی تایم فریم نقطه ورودتون چنج آف کاراکتر رو به وجود بیاره. خب یه ساختار دیگه هم هست که باید حتما اون رو هم ببینید. برای مثال ما توی یک حرکت نزولی قیمت میاد یک محدوده لیکویدیتی بالا به وجود میاره، یک محدوده لیکویدیتی هم پایین به وجود میاره و میاد خیلی راحت استاپ این فروشنده ها رو که اینجا وارد پوزیشن شدن رو میزنه، از طرف دیگه برمیگرده استاپ کسایی که تو این صد بایر بودن رو هم میزنه و بعد میره بالا، این حرکت ادامه خودش رو میره. تو اینجا باید چه کاری انجام بدین؟ اولین نکته توی این ساختار این هستش که شما باید بیاین توی تایم فریمی که میخواین اوردر بلاکتون رو یا محدوده عرضه و تقاضاتون رو مشخص بکنید، باید بیاین حرکت و یا روند قیمت رو مشخص بکنید. خیلی خوب، زمانی که یه همچین کاری رو انجام دادین شما باید بیاین این اوردر بلاکی که براتون اگر تو حرکت نزولی هستین میایم اوردر بلاک بالاترین اوردر بلاکی که برای ما به وجود آورده رو، یعنی بعد از این محدوده‌ای که استاپ ها رو زد بالاترین اوردر بلاک ها رو میایم برای خودت مشخص میکنی. اگر توی حرکت صعودی هستی و حرکت صعودی میایم زمانی که میاد این از دو طرف لیکویدیتی رو براتون به وجود میاره و استاپ ها رو میذاره، میایم پایین ترین اوردر بلاکی که بعد از این محدوده‌های لیکویدیتی و استاپ زنی براتون به وجود آورد میایم مشخص میکنین و اونجا هستش که شما اجازه ورود به معامله همجهت با روند اصلی مارکتتون رو دارید. پس این قضیه رو خیلی دقت بکنید. اگر یادتون باشه تو جلسه لیکویدیتی من اومدم چندین از ساختارهای لیکویدیتی رو بهتون گفتم که برگشتم گفتم یک نمونه از اون ساختارها سقف و کفهای برابری که برای ما به وجود میارن میتونیم اون رو به عنوان یک لیکویدیتی و یا نقش‌بندی در نظر بگیریم و این میتونه بهتون کمک بکنه که وقتی یه همچین چیزی رو دیدین توی مباحث اسمارت مانی میدونین که وقتی یه همچین کفهای برابر زده میدونین یک نقش‌بندی و یا لیکویدیتی به وجود اومده و قیمت تمایل داره بیاد اون ساعت‌ها رو ببینه و یا پایین‌ترش رو ببینه که بیاد نقدینگی رو جمع بکنه و بعد حرکت خودش رو ادامه بده. دوستان به این نکته خیلی دقت کنید. خیلی خب بریم روی چارت چند نمونه براتون مثال هم بزنیم که کاملا دیگه دستتون بیاد به چه نحوی هستش. خب دوستان به این محدوده دقت بکنید. ما توی یک حرکت ریزشی هستیم
و خب طبیعی هستش که زمانی که ما توی روند حرکت نزولی هست ما باید دنبال محدوده هایی بگردیم که بتونیم وارد پوزیشن سل بشیم. خیلی خب اینجا چه اتفاقی دقیقا افتاده توی این ساختار؟ دقت بکنید، اینجا من خود بزرگترش کنم که کاملا دید داشته باشین. ببینید ما اولین کاری که باید بیایم بکنیم ببینیم اصلا ساختارمون در درجه اول به چه صورت هست. وقتی میای اینو چک میکنیم میبینید توی این محدوده اینجا یه لیکویدیتی برای من به وجود آورده و اینو بیام اینجا مشخصش هم بکنم. خیلی خوب، از طرف دیگه اومده پایین توی این سطح اینجا هم برای ما یه لیکویدیتی اینجا به وجود آورده، نه تنها اینجا، چندین اینجا برای ما به وجود آورده و این رو هم اینجا اضافه بکنم. خیلی خوب، یعنی چی؟ یعنی قیمت تمایل داره این سطح رو ببینه و بعد حرکت خودش رو ادامه بده. حالا چه اتفاقی افتاده اینجا؟ ببینید خیلی از افراد اینو دیدن، اینجا رو من اینو مشخص بکنم، اینجا رو دیدن، روی این سطح پوزیشن کاشتن و قیمت میاد پایین ولی بر میگرده، خیلی راحت استاپ کسانی که توی این سطح فروشنده بودن رو میزنه. از طرف دیگه خیلی اومدن توی این سطح ها اینجا این قیمت رو دیدن چندین برخورد خوب و قوی و قیمت واکنش نشون داده و قیمت توی این سطوح توی حرکت سومش ببین توی اینجاها اینو میبینن، توی اینجا وارد دیگه اینجا یه استاپ برای مثال خوردن دیگه، میگن خب دیگه پس حرکت دیگه نزولی نیست، اینجا دوباره وارد پوزیشن بای میشن و قیمت خیلی راحت میاد استاپ اونها رو میزنه. ما عملا دو تا لیکویدیتی داریم. خب حالا مسئله مهمی که اینجا وجود داره، ما میدونیم توی یک حرکت نزولی هستیم، باید بیایم اوردر بلاکمون رو و یا همون محدوده عرضه و تقاضامون رو پیدا کنیم. برای مثال محدوده عرضه و تقاضایی که بخوایم درست پیدا بکنیم، ببینید توی اینجا این کندله که ضعیفی که برای ما اینجا به وجود آورده و بعد حرکت نزولیش رو انجام داده، به عنوان محدوده اوردر بلاک میتونیم اون رو در نظر بگیریم. اون محدوده رو هم کامل میای رسمش میکنیم. خیلی خوب، انتظار ما چی هست؟ انتظار ما این هستش که قیمت بیاد دوباره به این سطح برخورد بکنه و بعد حرکت ریزشی خودش رو ادامه بده. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. تو اینجا نگاه کن، قیمت دقیقا به این سطح دوباره برخورد میکنه و بعد از اون قیمت خیلی راحت ریزش میکنه و شما اگر اینجا وارد پوزیشن شورت میشدی میکاشتین، شما دیگه این مسئله رو میدونین، میکاشتین اینجا استاپ بعد با اتصاب استاپ این تقریبا میشه گفت 9 پیپه، تقریبا 4 الی 5 پیپ هم باید برای محدوده اسپردو و اونش قرار بدین. این بالا تقریبا میشه اینجا و قیمت هم خیلی راحت حداقل تا این کف رو میتونیم باهاش پیش بریم که ریوال نزدیک به 8 رو هم میده. دوستان حتما خودتون تمرین تکرار بکنین، انواع ساختارهایی که بهتون یاد دادم رو روی چارتتون عملی بکنین چون به شدت براتون کاربردی هست. حتما چنل رو هم سابسکرایب بکنین. تا جلسه بعد، فعلا خدا نگهدار.